با اینکه امروز تجهیزات سنگین و پیشرفته‌ای مثل تانک‌ها و موشک‌ها توی میدان جنگ‌ها استفاده میشه، اما هنوز هم نیروهای پیاده‌ای که سلاح‌های انفرادی دارن اساس ارتش‌های دنیا رو تشکیل میدن. این سلاح‌ها هم قابلیت شلیک چند حالته داره و هم فشنگ‌های با کالیبر متوسط یا خشاب‌های جدا شونده. پس اصلاً نباید از اهمیتشون غافل بشیم. اگه بخوایم به ریشه این سلاح‌های انفرادی نگاه کنیم، میرسیم به اواخر جنگ جهانی دوم و یه سلاح انقلابی به اسم STG-44، یعنی اولین سلاح تهاجمی دنیا که آلمان نازی ساخت. قبل از اون سلاح‌ها یا کالیبر بزرگ داشتن مثل 51 در 7.62 میلیمتر یا کوچیک مثل 9 میلیمتر، ولی STG-44 یک کالیبر متفاوت‌تر داشت، 33 در 7.92 میلیمتر که فاصله بین این دو رو پر کرد و به نوع انقلابی توی طراحی سلاح‌های انفرادی محسوب می‌شد. حتی اسم سلاح تهاجمی هم از این سلاح گرفته شده. حالا میخوایم از کلاشینکوف بگیم، همون AK-47 که در سال 1947 معرفی شد و بعدش مدل های مختلفش مثل AKM که حسابی دنیا رو تسخیر کردند. این سلاح ها هنوز هم توی ایران توی ارتش و سپاه و نیرو انتظامی استفاده میشن. البته مدل های کپی شده زیادی ازش داریم، مثل مدل های چینی، یوگسلاوی و غیره. در ایران هم خیلی وقتا از اسم کلاش برای اشاره به همه مدل های این خانواده استفاده میکنیم. روسیه که سازنده اصلی کلاشینکوف است. این سلاح چندین بار تغییر کرده، از AK-47 به AKM، بعد AK-74 و AK-74M و اخیراً به AK-971 رسیدن. این تغییرات نشون میده که حتی مدل‌های اولیه این سلاح‌ها هنوز هم توی دنیای امروز جایگاه خاصی دارن. ولی باید بگم که با همه این تغییرات کلاشینکوف هنوز از نظر استانداردهای امروزی کمی قدیمی به حساب میاد. حتی با اضافه کردن ریل پیکاتینی یا تغییر هنگاردها هم این سلاح هنوز از نظر ارگونومی و راحتی استفاده خیلی عقب‌تر از سلاح‌های جدیدتره. توی ایران هم هنوز خیلی از این آپگریدهای ابتدایی هم اجرا نشده. کلاشینکوف‌ها معمولاً از کالیبر 39 در 7.62 میلیمتر استفاده می‌کنن که نسبت به خیلی از کالیبرهای دیگه ضعیف‌تره، ولی به دلیل سادگی و دوام زیادشون هنوز توی منطقه‌هایی مثل خاورمیانه پرطرفدار هستن. مدل معروف کلاش توی ایران مدل چینی تایپ 56 هست که یک کپی بی‌کیفیت از AKM به حساب میاد. همینطور مدل های تولید داخل مثل کلاش 7 یا همون KL 7.62 هم داریم که بیشتر شبیه همون مدل چینی هستند. این سلاح ها معمولاً خشاب سیتیر دارن و وزنشون حدود 3.8 کیلوگرمه. یکی دیگه از سلاح هایی که اخیراً وارد ایران شده AK-103 هست. این سلاح توی خریدهای تسلیحاتی سال 95 از روسیه به کشور ما رسیده، ولی به اندازه‌ای وارد نشد که بخواد جایگزین کلاش‌های قدیمی بشه. در واقع تغییرات این سلاح‌ها نسبت به AKM خیلی جزئیه، مثل ریل پیکاتینی برای نصب لوازم جانبی یا تغییرات کوچیک توی ساختار سیلندر گاز. این تغییرات خیلی سریع و با استفاده از ابزارهای ساده روی AKM های قدیمی هم قابل انجامه. پس خرید AK-103 برای جایگزینی نیازی نبود. حالا کلاشینکوف ها با مدل های جدیدتر مثل AK-100 و AK-200 به روز رسانی شدن. این سلاح ها نسبت به سلاح های قبلی بهتر شدن، با ریل های پیکاتینی و طراحی ارگونومیکتر. البته هنوز هم این سلاح‌ها نسبت به سلاح‌های جدیدتر خیلی عقب هستند، اما از مدل‌های قدیمی‌تر مثل AKM خیلی بهترند. در نهایت یکی از سلاح‌های دیگه‌ای که توی ایران هنوز استفاده میشه سلاح G3 یا G3 هست.
این سلاح ساخت آلمان و با کالیبر 51 در 7.62 میلیمتری به طور کلی عملکرد بهتری از کلاشینکوف داره، ولی طراحی قدیمیش باعث شده که خیلی از کشورها مثل آلمان و پاکستان ازش کنار بکشن. خود آلمان هم این سلاح‌ها رو با مدل‌های جدیدتر مثل G36 و بعدش G44 جایگزین کرده. در ایران هم هر ساله یه سلاح جدید معرفی میشه، مثل سلاح‌های بلوپاپ خیبر، سما یا فاتح، ولی حقیقتش اینه که هیچ کدوم از این سلاح‌ها تا حالا به طور گسترده توی نیروهای مسلح استفاده نشده. همه این سلاح‌ها بیشتر توی نمایشگاه‌های نظامی دیده میشن و توی میدون جنگ خبری ازشون نیست. در نهایت باید گفت که صنعت تسلیحاتی ایران همواره در تلاش بوده تا سلاح‌های جدیدی معرفی کنه، اما تا امروز هیچ کدوم از سلاح‌هایی مثل بلوپاپ‌ها یا فاتح‌ها در سطح انبوه تولید و به کار گرفته نشدند. تنها زمانی که نیروی مسلح احساس نیاز به یک سلاح جدید رو داشته باشه، ممکنه تغییراتی در این زمینه اتفاق بیفته.